اگر از اون دسته تریدرهایی هستی که سهام آمریکا رو علاقمند هستی و سهام آمریکا رو خیلی زیاد ترید میکنی، سهام شرکت‌های آمریکایی منظورم است، اگه زیاد ترید میکنی این ویدیو رو ضبط میکنم مختص تو. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. به نام خداوند بخشنده مهربان، مهرداد آبدارباشی هستم، مدرس فارکس. درود خدمت تمام شما عزیزان، هر جا که هستید سلامت و ثروتمند باشید. آموزش رو خیلی سریع شروع میکنم، میخوام کوتاهش کنم. ما در دوره پرایس اکشن اگه دیده باشید در مورد کانال ها صحبت کردیم دوستان، کانال های موازی رو صحبت کردیم و گفتیم که در کجاها استراتژی هاش هم آموزش دادیم که در کجاها باید بای بزنیم و در کجاها سل بزنیم. خیلی خلاصه من دوباره فقط در مورد بای و سلش توضیح میدم. خب میایم از ابزار پارالل چنل یک چنل مثلا سعودی براتون رسم میکنم. همینجوری که میبینید ما گفتیم که خب کندل ها قیمت داره بین این کانال چیکار میکنه؟ بازی میکنه. این یک کانال موازی سعودی هست و خیلی فرصت خوبی به ما میده برای بای و سل زدن. ولی من گفتم در کانال سعودی دلایلش رو در اون دوره پرایس اکشن در قسمت کانال های موازی و استراتژی هاش کامل توضیح دادم، ولی اینجا خیلی سریع میگم که من ترجیح میدم در کانال سعودی در کف کانال بای بزنم. چرا؟ که سود بیشتری به من میده. همونجوری میبینید فاصله که در سل طی میکنه خیلی کمه و ضمن اینکه در خلاف جهت است. من دوست ندارم خلاف جهت ترید کنم، بنابراین در کف کانال دنبال بای میگردم که هم در جهت روند ترید کنم و هم سود بیشتری بگیرم. و از اون طرف یک کانال نزولی هم رسم کنم، پارالل چنل رو دوباره میارم. حالا چیکار میکنم؟ یک کانال نزولی رسم میکنم. شما تو این کانال میبینید که قیمت داره میاد بازی میکنه، به این صورت میاد و قیمت نزولی و فرصت عالی هست برای ترید کردن، فرصت عالی برای ترید به ما میده. اما بازم میگم من اینجا گفتم چون کانال نزولی هست دوست دارم در سقف کانال سل بزنم، به خاطر اینکه هم سود بیشتری به من میده، هم در یک مدت زمان کم سود بیشتری میده و هم در جهت روند. اگه من میخوام بای بزنم خلاف جهت روند دارم ترید میکنم، روند نزولیه و من در جهت روند سل میزنم. پس اینو داشته باشید. حالا میایم در بازار سهام، مثلا اینجا سهام شرکت CLOI. اینجا من چیکار میکنم؟ باید بگردم دنبال کانال موازی. اما یک تیپ یا یک ترفندی رو بهتون آموزش میدم. میرید به سایت finviz.com. دوستان finviz.com رو که باز کنید شما در قسمت یکم پایین ترش چنل آپ و چنل داون داره. شما میتونید روی یکی از اینا کلیک کنید، خودش اومده تمام سهام ها رو بررسی کرده و تعداد زیادی سهام، صدها سهام رو در اختیار شما قرار داده که وارد کانال سعودی شدن. مثلا اگه چنل داون رو انتخاب میکردیم کانال های نزولی رو به ما نشون میداد. مثلا ببینید من میذارم صفحه دومش، ببینید یک عالمه شرکت رو برای ما کانال سعودیشون رو پیدا کرد که فرصت عالی هست برای ما که بتونیم ترید کنیم در کانال های سعودی، در کفشون بتونیم بای بزنیم. پیداشون میکنیم ببینیم کدومشون در کف بوده و کدوم الان فرصت عالیه برای بای زدن و وارد اون میشیم و در چنل داونش هم میتونیم در سقف کانالش دنبال سل بگردیم. خیلی راحت. البته این در تایم فریم دیلی در اختیار شما میذاره. اگه اکانت پولیش رو هزینه‌اش رو پرداخت کنید که $24 در ماه هست، در بقیه تایم فریم ها در قسمت اینترا دی میاد به شما تایم های اینتروال رو هم به شما در اختیار شما قرار میده. حتی میتونید از وقتی هزینه‌اش رو پرداخت کردید فارکس و کریپتو هم ازش استفاده کنید. میخواستم این رو خیلی کوتاه به بچه‌هایی که سهام بازن، سهام آمریکا رو ترید میکنن، این رو در اختیارتون قرار بدم. خیلی میشه ازش سود گرفت، خیلی میشه ازش استفاده کرد. حتی اگه در تایم دیلی هم استفاده کنید ازش بازم میتونه سودای خوبی بده. مثلا همین شرکتی که الان من روش هستم
نگاه کنید چقدر راحت در یک کانال قرار گرفته و در همین تایم دیلی هم هست، ولی در عرض مثلا یه هفته یا 2 هفته به شما یه سود عالی 20% 30% میده روی این سهامی که قیمتش مثلا $52 هست. به شما یه سود حداقل در 2 هفته 10%، 5%، 20% رو هم گهگاه میده. پس حتی اگه اکانت پولیش رو هم تهیه نکنید میشه باهاش ترید کرد و ازش سود گرفت. امیدوارم براتون سودمند واقع شده باشه. هر جا هستید شما رو به دستان پرمهر خدا میسپارم. خدا نگهدار.